سرخط خبرها. اعلان آغاز ماه رمضان در دوشنبه. قرب روبل باز هم بالا رفته است و سفر رستم امامعلی به قزاقستان ارد ارزان می شود. سلام بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 29 مارت است. شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان امروز 29 مارت آغاز ماه رمضان در کشور را اعلان می کند. در این جلسه مرکزی اسلامی تاجیکستان به حساب اعلان آغاز ماه رمضان مبلغ زکات و فطر روزه نیز معین کرده می شود. این در حالی است که علاقه در شهرهای دوشنبه و خوجند و ولایت ختلان یک هفته به این طرف تقویم‌های به فروش گذاشته می شوند که در آن آغاز ماه رمضان 2 اپریل نشان داده شده است. گرفتن روزه از رکن‌های دینی مبین اسلام شمرده می شود. مسلمانان در این ماه از خوردن و نوشیدن از صبح تا شام خودداری می کنند. اینچنین به نماز و خواندن قرآن وقت بیشتر صرف می نمایند. بانک ملی تاجیکستان قرب روبل روسی را در بازار تجارتی بالا برده است. بانک ملی تاجیکستان در سامانه رسمیش قرب را برای 1000 روبل 139 سومانی و 30 درم مقرر کرده است که نسبت روز گذشته بلندتر می باشد. روز گذشته ارزش روبل 132 سومانی و 20 درم معین شده بود. در بانک تجارتی اسخط هم برای 1000 روبل هنگام انتقال 139 سومانی و 30 درم و فروش 1000 روبل 136 سومانی و 50 درم مقرر شده است. در همین حال بانک ملی خبر داده است که قرب مذکور برای بانک‌های وکالتدار در معین کنی قرب خرید اسعار خارجی از مزاجانش اساس شدن نمی‌تواند. رستم امامعلی شهردار دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی پالاتای بالایی پارلمان تاجیکستان به قزاقستان رفته است. دفتر مطبوعات مجلس ملی خبر می‌دهد که هدف از این سفر رستم امامعلی شرکت در جلسه شروع اسامبله بین پارلمانی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل میباشد. به قول منبع صبح امروز 29 مارت رستم امامعلی با مولن اشنبایف رئیس سنات قزاقستان ملاقات کرده است. همکاری پارلمان‌های دو کشور و هم روابط اقتصادی تاجیکستان و قزاقستان از موضوعهای صحبت بوده است. تاجیکستان و قزاقستان روابطی با هم نزدیک دارند. تاجیکستان محصولات نیازی اول از جمله گندم، آرد و هم گاز مایع را از قزاقستان می‌خرد. تاجیکستان و قزاقستان سال گذشته در حجم 1.2 میلیارد دلار دو گرفت کردند که نظر به یک سال پیش 30% زیاد بوده است. مردم مولانوف هنرمند مردمی تاجیکستان و ازبکستان پس از کاهش بیماری همگیر نیت دارد با برنامه کلان هنری در یک چند شهرهای تاجیکستان محفل‌های ایجادی خود را برگزار کند. او سال 2003 محفل ایجادی خود را در شهر دوشنبه برگزار کرده بود و پس از آن مناسبت‌های دو کشور به سر گرایید. بعد دوباره باز شدن مرزها چند دفعه به حیث مهمان برنامه اشتراک کرد و خلاص. همکارمان فرزان محمدی با او در شهر سمرقند واخورد و از او درباره نقشه‌ها و کارهای هنریش پرسید. من یک نیت دارم، یک همین بدخشان بیاوریم، یک کنسرت کنیم. همین از بدخشان فراماده من اینتو از با فراماده نالی بدم نالیش کرده میگه که البته من مخلصانمون یاد کردگی چون دیدم پازمان ماندگی نصیب باشه خدا خواهد در همین چی میگن در وقتهای نزدیک من خدا خواهد وعده میتیم که یک رفته تور میکنیم تو من تاجیکستان دوشنبه میریم نصیب باشه تمامی که این گوشایی چی و پیشتر چی بود و اینجا سنگتوده و روغون غرم واسه همین ویو بود سونی لینسکی بود اون طرف آغاز ناحیه رودکی شد. ناحیه رودکی الان میبینید که خدا خواهد نصیب باشد همین البته نقشه بسیار من خدا خواهد من آمدتان خدا خواهد همین چی میگوید رها وا شد خدا خواهد البته حتما رفته مخلصان ما خرسان کردیم ایرو من خوجان پنجکات مثلا آمده خوجان من و نزدیکی وی بودیم در استقلالیتی همون وقتی هفتمی سپتامبر در شهر من همین شهری و گلستان بودیم اینجا جشن گرفتیم رفته خدمت کردیم
شکل کامل صحبت را می توانید در سامانه ما با نشانی www.azadi.org و هم شبکه‌های اجتماعی ببینید. خدمات نظارت مطبوعات در روسیه یا روسکومنادزور وبسایت‌های روسی زبان سه بخش رادیو آزادی از جمله بخش تاجیکی را در قلمروش منع کرد. جیمی فلای پرزیدنت رادیو آزادی این قرار روسیه را محکوم و تنقید کرد. خدمات نظارت بر مطبوعات روسیه از جمله آن رسانه‌های داخلی و خارجی را که درباره جنگ در اوکراین می‌نویسند برای کار بر آن دستنویس کرده است. رسانه مستقل روسی مدیازون از قبل روسکومنادزور نوشت که وبسایت‌های روسی زبان بخش تاجیکی، قزاقی و ترکمنی هم از روز 26 مارس به فهرست وبسایت‌های ممنوع در روسیه وارد کرده شدند. جیمی فلای در یک بیانیه رسمی گفت وبسایت‌های روسی زبان رادیو آزادی نقش مهمی را در امر رسانیدن خبر و اطلاعات برای مخاطبان در آسیای مرکزی برای روسی زبان منطقه و آنهایی که در روسیه کار و اقامت دارند اجرا می‌کند. مقامات روسیه با آغاز جنگ در اوکراین سرکوب مطبوعات مستقل را سخت‌تر کردند. گروه طالبان که از ماه اوگوست به این طرف قدرت را در افغانستان در دست دارند برای زنان و دختران افغانستانی محدودیت‌های نو جاری کردند. از جمله من بعد زنان و مردان در این کشور نمی‌توانند در یک روز به باغ‌های استراحتی بروند. وزارت امر معروف و نهی از منکر طالبان گفت بانوان می‌توانند روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه و مردان روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه به باغ‌های فراغتی و مکان‌های استراحتی بروند. گفته شده است که بانوان افغان می توانند با رعایت پوشیدن حجاب، پوشانیدن سر، گردن و مویها به باغ‌های فراغتی بروند. همچنین آنها باید از صحبت با بیگانه‌ها خودداری کنند. بر اساس مقررات نو طالبان زنان به یگان مرد همسفر نمی توانند طریق هواپیما سفر کنند. همچنین تا حال به دختران از صنف 6 بالا اجازه داده نمی شود که به مکتب روند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرمان بخازاده همراه می‌بینیم. سال 1638 در اویله پادشاهی تیموری هند аврангзеби عالمگیر دختری تولد شد که در ادبیات فارس و تاجیک با نام زیبونیسا معروف است. او که به خاطر پنهان داشتن مشغولیتش از پدر اینچنین با تخلص مخفی شعر گفته است 64 سال عمر دید و شعر و غزل‌های زیادی پر احساس در سبک هندی ایجاد کرده است. تا امروز ترانه‌های با متن زیبونیسا گنجینه موسیقی تاجیک را تشکیل می‌دهند، مثل ترانه‌های تا بادی صبا یا میروم امشب تو را بیدار خواهم کرد و رفت. بعد تلاش‌های زیادی جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی پایان ماه مارس سال 2012 در کودکس جنایتی تاجیکستان مجازات برای شکنجه وارد شد که به خاطر ریشه‌کن کردن این نوع بدرفتاری نسبت زندانیان بازداشت شده‌ها نگرانیده شد. برای عاملان دست داشتن در شکنجه تا 15 سال زندان پیش بینی شد، ولی یک انتقاد اصلی این است که اکثر حادثه‌های شکنجه پنهان مانده تا دادگاه نمی رسند، در حالی که حقوقشناسان سال درباره ده‌ها شکایت از شکنجه شدن زیر حمایه هایشان خبر می دهند. در پایان ماه مارس سال 2017 به افتخار یکی از معروفترین فیلم‌های شوروی ساخت کینوستودیوی تاجیک فیلم من با دختری واخوردم در مرکز شهر خوجند مجسمه گذاشته شد. فیلم موسیقی سال 1957 با الهام از شعر معروف میرزا ترسونزاده ساخته شده است و مجسمه همچون رمز عشق و فیلم دوست داشتنی شوروی قهرمان‌های آن لاله و سعید را تجسم می‌کند. بانک ملی ارزش قربی اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی 139 سومانی و 30 درم و 100 دلار آمریکایی 1296 سومانی است. در بانک‌های تجارتی و بازار غیر رسمی ارزش روبل و دلار آمریکایی به مراتب فرق می‌کنند. بینندگان عزیز، این بود برنامه نوید بامدادی. خدا نگهبانتان.